اولین فایل پروژه HTML مون رو که میخوایم با هم شروع کنیم رو اینجا خواهیم داشت و خب طبیعتا خالی هستش و ما نیاز هست که حالا هر آنچه که در این بنویسیم رو بتونیم توی صفحه وبسایت ببینیم. ما اولین چیزی رو که اینجا می نویسیم خب میتونیم بنویسیم کد 1 و مصطفی. خب الان چه اتفاقی میفته؟ ما اینجا الان این رو نوشتیم، مرحله به مرحله میخوایم پیش بریم با هم. اینجا توی فایل گزینه سیو رو ما بزنیم، این توی این فایل سیو میشه و البته من این رو گذاشتمش روی اوتو سیو که دیگه نیازی نباشه هر تغییری رو تو فایلمون انجام میدیم بیایم سریعا سیوش کنیم روی اوتو سیو و این خودش الان سیو شد. حالا ما واسه اینکه انقدر رفت و آمد نکنیم توی این مسیر از اینجا به اون فولدری که بود که توش این فایل index.html ما بود، من اگر خاطرتون باشه چند دقیقه قبل گفتم که یک اکستنشن نصب کنیم. اون اکستنشن لایو پریویو بود. این مورد که اگر نصبش نکردید خواهش میکنم همین الان دوباره اون رو نصبش کنید و این به ما این قابلیت رو میده که دیگه نیازی نباشه ما بخوایم از اینجا بریم و در اونجا این فایل رو ببینیم و همینجا وقتی این اوتو سیو داریم و سیو میشه کلیک راست که بکنیم شو پریویو و همون چیز رو ما اینجا داریم میبینیم. این آدرس بار ما هستش. حالا میتونیم این رو کپی کنیم پیست هم بکنیم، دوباره همون لوکال هاست ما داره کد 1 مصطفی رو نشون میده. پس ما دیگه در ادامه مسیر در اینجا کارهامون رو انجام خواهیم داد. حالا من هر چیزی اینجا اضافه بکنم میتونیم بنویسیم که I'm interested in web development مثلا و هر چیزی میبینیم اون داره اضافه میشه. شما میتونید اسم خودتون رو بنویسید، علاقمندیاتون رو بنویسید، ولی خب این خیلی ساده است. یک متن ساده رو ما داریم مینویسیم، در این آدرس داریم برای یکی میفرستیم. خب نه شکل و شمایلی داره، ساده داره تایپ میشه و HTML از همینجا شروع میشه. HTML مجموعه ای از تگ ها و المنت هاست. من اجازه بدید این رو پاک بکنم و یک مقداری در مورد تگ ها با شما صحبت بکنم. تگ ها توی HTML با این علامت کوچکتر بزرگتر که ما توی فارسی داریم آغاز میشه و یک چیزی در اون وسط نوشته میشه، حالا یک حرفی، یک حروفی و بعد این بسته میشه و خوبی ویژوال استودیو اینه که برای ما قسمت دوم رو اتوماتیک قرار میده. ما در HTML اکثر تگ هامون به این شکل هستش که با یک اینگونه شروع میشه و با یک اینگونه تموم میشه و ما این وسط یک کانتنت رو داریم، یک محتوایی رو اینجا داریم مثل همون مصطفی که ما اول نوشتیم یا مثل همون کد 1. یک اتفاقی اینجا داره میفته اگر دقت بکنید. اول از همه فرق این دوتا رو من به شما بگم. این تگ آغازین هستش و این تگ که میبنده کار رو و این فورسلشی که پشت این اچک قرار داره نشون میده این کار از اینجا شروع میشه و اینجا تموم میشه. و امروز به طور خاص من در مورد همین هدینگ المنت با شما توی HTML صحبت خواهم کرد، این که چطور آغاز میشه. هیچ عجله‌ای نکنید، با هم قدم به قدم پیش خواهیم رفت. پس گفتم این علامت کوچیک و بزرگی که ما داریم رو قرار میدیم، وسطش یک حرفی حروفی نوشته میشه و یک رو مشابه اون هست و با فورسلش یعنی که تموم داره میشه این کاری که حالا قراره انجام بشه روی کانتنتی که این وسط ما داریم مثل کد 1. خب همونطوری که دارید مشاهده میکنید تگ H1 هدینگ المنت
موضوعی هستش که توی HTML ما اول از همه میخوایم در موردش صحبت بکنیم. اینکه اون متن ما رو داره به عنوان یک تیتر اول پررنگش میکنه، بولدش میکنه و قرار میده. ما از این تگ ها 6 تا داریم، از 1 تا 6 اینها نوشته میشه که من الان اونها رو برای شما می نویسم. همونطور که دارید مشاهده میکنید این تگ ها از 1 تا 6 و در اینجا هم این تگ ها هر کدومش داره تموم میشه با فورسلش و این چیزی که ما توی HTML داریم و پریویوی اون رو حالا اگر ببینیم شاید برای شما جالب باشه که ما همین متن هدینگ رو که نوشتیم اینجا ببینیم که هر چقدر که این عدد ما از 1 تا 6 به جلو میره فونت ما داره ریزتر میشه توی صفحه وبسایت ما. این صفحه وبسایت ماست و این آدرس لوکال هاست ماست، این گونه هستش. من چند تا چیز رو اینجا نیاز هست بگم که ما توی HTML دیگه H7 نداریم، این 6 تا تگ هستش و ما با این مبحث HTML رو داریم شروع میکنیم. این اولین کاری هستش که شما نیاز هست برای شروع خودتون توی ویژوال استودیو تمرین بکنید. H1 H2 H3 4 5 6 این کد بسته اون فورسلش ها رو پشتشون قرار بدید و وسطش هر متنی با سلیقه خودتونی، شما هستید که شروع کننده این راه هستید، اینجا بنویسید و این رو با هم چک بکنیم و بعد ما توی قسمت های بعدی با هم موارد دیگه ای رو در زمینه HTML ادامه خواهیم داد، سرفصل های مختلفی رو، و مطمئن باشید که شما میتونید یک طراح سایت عالی بشید و بدرخشید توی این قسمت. خب یه موضوعی که فقط من میخوام بگم اینه که از این موضوع مثلا برای نوشتن فهرست کتاب ها یا چیزهای مشابه اون، چیزایی که نیاز از فونت های کوچیک و بزرگ ما داشته باشیم توی متن وبسایت ها استفاده میشه و به عنوان یک کار عملی من میخوام شما رو دعوت بکنم به این چالش کوچیک و اون این که یک متنی رو ما بیایم و مثل یک فهرست کتاب بتونیم داشته باشیمش. خب این یه فهرست کتابیه که من الان اینجا آماده کردم. شما میتونید به همین طریق اینجا این رو بنویسید. ما اگه شو پریویو از این بگیریم میبینیم که زیاد جالب نیستش یا اصلا جالب نیستش و این چیزی که ما میخواستیم اتفاق نیفتاده. من میخوام شما رو دعوت بکنم به اینکه این لیست رو مرتب کنید و فکر کنید که یک فهرست کتاب هستش و اون رو انجام بدید و به این شکل بتونیم اون رو در بیاریم. که یه راهنمایی بخوام بکنم اینه که اون بوکی که ما اون بالا داریم از تگ باز و بسته H1 هستش و بعد بعدی شماره های مختلف رو استفاده بکنیم که یک همچین نمایی رو ما بتونیم داشته باشیم توی شو پریویو خودمون. میتونیم ویدیو رو به پاس کنیم، باز این رو انجام بدیم و برگردیم و من همین رو برای شما انجام خواهم داد. امیدوارم که واسهتون یک چالش عالی اتفاق افتاده باشه. به این صورت هستش، این کدها رو میتونید عین همینجوری که من نوشتم شما هم بنویسید و شاید شما خودتون هم این کار رو انجام دادید و این پریویوی هستش که ما در نهایت میتونیم داشته باشیم. پس میبینید که بوک رو با H1 چپتر با H2 و قسمت های مختلف این رو با هم انجام دادیم و به پیش رفتیم. من فقط یک نکته دیگه ای رو هم که اضافه بخوام بکنم اینه که ما این از H1 H2 و تا H6 که میخوایم استفاده بکنیم توی متن وبسایت یا هر جای دیگه این رو باید در نظر داشته باشیم که به ترتیب استفاده بکنیم. یعنی این نباشه که اول H1 بذاریم بعد بشه H3 بعد از مرسوم این توی طراحی وبسایت که بعد از H1 H2 رو میذاریم بعد H3 و همینطور فونت ها رو کوچیک میکنیم. برای جلوه و زیبایی وبسایت بسیار مفید هستش که این رو حتما توی قسمت های بعدی با هم به طور کامل در مورد این صحبت خواهیم کرد.
تشویقتون میکنم که واسه خودتون باز اینها رو تمرین بکنید، چیزهای مختلفی رو که میتونید بنویسید و آماده بشیم برای این مسیری که قراره با هم شروع کنیم. من به شما تبریک میگم، شما تونستید اولین کدهای HTML خودتون رو بزنید توی دومینی که دارید میبینید، توی ایندکسی که درست کردید برای خودتون یک شکل و شمایلی هم به اون نوشته دادید و این رو دست کم نگیرید. اولین قدم سخت‌ترین قدمه و شما این قدم رو امروز برداشتید، شروع کردید. یک متن خیلی ساده رو شما تبدیلش کردید به این متنی که الان اینجا با هم داریم میبینیم، بهش یک شکل و شمایل دادید، فونت اون رو بزرگ و کوچیک کردید، توی یک ستون درست قرار دادید و واقعا من به شما تبریک میگم توی این قسمت و توی قسمت‌های بعدی با هم این مسیر رو ادامه خواهیم داد. شاد و سربلند باشید تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.